سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نظر انسان چی مشکل میتوه میگه اقلا یه ماه بر میشه یه هفته یه روز یه بر میشه. خداوند چی میگه؟ این یک گروه آدم‌ها در مشکل نیست در نماز. اونا کیان؟ اونایی هستن که خشوع دارن. با خشوع هم میگه چرا خشوع دارن؟ یا چی سبب شده که اونا با خشوع شدن؟ یعنی متواضعن. خودشون بنده حس کردن اونا کسایی هستن که باور دارن که یه روز با خداوند روبرو میزنن. یعنی خدا قطعی وا میخرن در قیامت. و خدا قطعی که واخری خدا خالقی موید. اونا شرم میدارن که روز قیامت با خدا واخورن و پابند نماز نمیشن. اونا شرم میدارن روز قیامت با خدا واخورن و چه امر خدا را ترک کرده باشن. انهم الیه راجعون. یعنی اونو میگن که بازگشت ما به سوی خدا دیگه علاج نداره. یکی این که چی؟ شرم میدارن، دیگر این که در عذاب جهنم ازشون میترسن، سومش این که بنده علاج نداره داخل بنده باید تسلیم شود. همین اسلام معناش تسلیم شدن به خداوند. چه تسلیم میشویم؟ شرط نیست که کسی بیاد در پیش در گردن ما پیستلت ماند و ما تسلیم شیم. ما تسلیم خدا برای اون میشیم که چاره نداریم. خدا خالق ماست. خدا ما را آفریده. خدا ما را میراند. خدا ما را آفریده باشد. خداوند ما را در دنیا نعمت داده باشد و خداوند ما را میراند. یعنی که مرگ ما حتمی است. پس دیگه چی چاره است؟ پس مجبور هستیم ما تسلیم شویم. دیگه ما جون نداریم. خداوند میگه در روز قیامت چی؟ غیر پردرگاهی خداوند دیگه پناهگاه نداره شما. و پادشاه هم روز قیامت خداوند خودش است. وقتی که ما جای گریز نداریم، وقتی که چی؟ خالق ما را امر کرده است و مردن ما حق است و ما را خواه ناخواه خداوند میخیزاند، این به این چیز به اختیاری ما نیست. پس باید مسلمان چیکار کنه؟ تسلیم شود. خدای 5 وقت نماز است من میخوانمش انشاءالله. ما چیزی مهم است من دوستش میدارم، لیکن چی؟ خدای تو که امر کردگی من از فرمان تو بیرون برآمدن نمیتونم. من یک بنده عاجز هستم. حیات و ممات من در دست تو است. دیگه این فایدهش من برآورده خیشتن برام نمیتونم زکات. یا خدای چی؟ یا حج رفتم $3000 خراجات میشه. من پول به مهنت یافتگی هستم. لیکن چی؟ میدونم که خدا تو مرا آفریده، تو مرا میمیرونی، برای این چیز روز قیامت مرا میپرسی. من انشاءالله این کارا میکنم. $3000 من خرج میکنم. وگرنه پول عزیز است. یا خوب شیرین است سحر وقتی نمازی بام داده. این همین چیزا پیش نظر انسان میاد. انسان خودش در مقابل خداوند ناتوان حس میکنه و ناتوان هم هست. مخی حمال بالای ما دیگه مصیبت بیاید، خداوند فرزندای ما را کشد، ما عیدست ما هم کار میبیاد. کسی هست زندهش کنه؟ نه. یا اینکه ما بتوانیم گفتن که نه من نمیمرم. علیاذ بالله. میگن که در زمان چنگیزخان در اروپا یک جادوگر پیدا شد، یک زن جادوگر. و آوازش بخری همون حکومت داروی چنگیزخان آمد رسید که او گویا میدونست است که یک گیاه است، اگر کسی همون گیاه خرد نمیمرد. از این طرف حکومت دارو به سر او زن آدم را اون کردن و او را چی؟ به خواهش خودشون زده گفتی مردم خود با آوردنش. و این چیز که دروغ بود او زن یک مصلحت دروغ داد. میگوید مصلحت دروغ داد که یک گیاهی هست در فلان جاهای که های شما میشود و من نمیدانم شما خودتان روی از همون کلان سالاتان یا پرسه با اون میابن. و پادشاه هم خیال کرد که همین چیز او را چی؟ از مرگ نجات میدهد. تمام قواش صرف کرد برای گفتن یک علف. و این چیز دروغ بود که اساس نداشت. پادشاه مرد و علف نیافتن. یعنی مرگ حتما آمدن نیست. این چیز در اختیار ما نیست. همین چیزا رو ما پیش نظر آورده میگیم که خدای ما عاجز هستیم، ما یک بنده هستیم، بنده دست ما نمیاد. پیش مرگ گرفتن نمیشود. یا خداوند هر چی خواسته باشه چی همون میشود. خواهش بنده در زیر خواهش خداوند است. ما خواهش مطلق نداریم دیگه. و الحمدلله مردم ما پابند نماز هستن، لیکن چخیل نماز میخونن در خانه.
این چیزی هست که اسلام میره رد میکنه و مردمش به جماعت میکشد. صلات الجماعت تفضل علی صلات الفرد ب 25 و 27 درجه. نمازی که با جماعت گذاشته می شود از نمازی که در خانه یا تنها گذاشته می شود 27 یا 25 درجه بالاتر است. این تشویق بود. یعنی اسلام ما را تشویق میکنه که مسجد روی با مردم یک جا نماز. در عین زمان چی؟ با ما را تهدید میکنه در برابر تشویق کسی که مسجد نمی بیاید. من ترک ثلاث جمعه تهاونا طبع الله علی قلبه. کسی 3 جمعه یا جماعت به عذر ترک میکند خداوند در دل او مهر گمراهی میزند. چقدر جمعه ها را چقدر جماعت ها را ما ترک کردیم و بعضی ترک کردن های ما چی سبب داشت. سببش سخنای بافته و دروغ. میگفتن که اگر یک بار جمعه رایی تو باید تو مردن جمعه رایی ترک نکنی. برای من برادر نمیتونم میگم که بعد میرم یکون وقتی ولی مرام ترک میکنم بودن هفته آینده نمیتونم نه دیگر نه. کسی به عذر ترک میکنه. شما این هفته روی هفته آینده در حقیقت یکون کار جدی برو من نروید. یعنی یک قسم جوانه ما با همین خاطر جمعه نمیرود. قسم دویمی مردی ما که به جمعه نمیرود آدمای کارگر هم بچرا سبب دارن عذر دارن. یکی نماز جمعه نمیره میگه خب من رام 3-4 ساعت در اونجا کارخانه چی میشود؟ نماز جمعه 3-4 ساعت نیست. این مردی ما از ساعت 10 میپرسه که میره نماز جمعه. نماز جمعه ساعت 10 نیست برادر. نماز جمعه ساعت 5 تا کم یک رو خطبه را گوش کن فرض خوان بیا سنت در کابینتت کن اگر کارگری. بیا در مغازینت کن اگر دکاندار هستی. بیا در جای کار خون هر کاری که میکنید. 7 دقیقه وقت میگیره. روز ما تقریبا هم حساب کردیم کیسری به هم حساب کردیم هم نماز تیزی ما خیلی 3 دقیقه وقت میگیره 2 دقیقه خطبه یا 10 دقیقه نماز 7 دقیقه اینا ببینید صدها آدم هزارها جوان ما میخوان نماز خوندن یا فتوای نادرست سبب شده است که اونو مسجد نگیرن. اینا ما به شما ممکن برویم حتی نمی دوملوی کتاب هم اینجا آوردگی هست فإنه لو صلى الأربع قبل الجمعة في البيت وصلى الجمعة في الجامع يكون سنة. اگر نمازگزار 4 رکعت پیش از جمعه را در خانه گذارد و جمعه را در مسجد جامع همین کار سنت است. این کتاب مذهبی است. دروغ میگن که چی؟ جوانای نو اومدن میگن که پیش از جمعه 4 رکعت سنت نیست. راست؟ باید نفل این اگه کتاب خودی مذهبی خود میگه که صحیفه 62 خلاصه الفتاوا اگر 4 رکعت پیش از جمعه را در خانه بعد جمعه رود گویا سنت پیغمبر را به جا آورد. برای که پیغمبر خود سنت را در مسجد نمیخوند. این قدر کار بهانه شده است مردم خیلی راست شوی. چرا میگم من 2-3 ساعت کابینت را پرتم روم. ای خوجاین گپ میشنم 2-3 ساعت بازار من این جای کارین $1000 هر ماه پول میسپرم یا $100 پول میسپرم من این پرفته روم نمازو در چی میشود؟ برای شما 5-7 دقیقه وقتی اساسی را مسجد و وقتی معین دارن چطور کنی آن وقت را بید 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 رکعت نفلی که پیش از نماز جمعه در دکان دارم در جای کار دارم خونه روی خطبه را گوش کردن واجبه. مردی میره در وقتی خطبه گپ میزنن ممکن نیست گپ زدن حتی یک از شین خیز گفتن ممکن نیست خاموش ایستادن گفتم چه الکه چی خودش گناه است یگان چی نمیگه خطبه را گوش میکنید میخواید در رکعت فرض جمعه را میخونید میبینید بود تمام شد در چی خانه یا جای کار یا جای هر جایی که شما باشید میخونید ان شاء الله. و دیگرش چی؟ پیغمبر خدا از این کرده بالاتر تهدید میکنه. میگه من خواستم یک کس امام تعیین کنم و رون خانه آدمایی که برای نماز جماعت ادا کردن به مسجد نمیگن خانه هاشون علاوه سر کنن. برای چی پیغمبر خدا تصمیم میگیره که خانه های ما را علاوه سر کنن؟ چی سبب است؟ یعنی یکون امر مهمی است که پیغمبر خدا نه آمدن مسجد گناهش به خانه سازی برابر داره. یا حتما کوشش کنید نمازت با جماعت خوانید.